Assalomu alaykum barodalar aziz, assalomu alaykum ba kulli mardumi musulmon kasoi ki тамошо мекунед ва ҳазор раҳмати калон ки ҳурмат мекунед, тамошо мекунед, қадр мекунед, видеои моро асад паҳн мекунед ё ҳар як ниёзманд мемонем 1 рубл ё 100 рубл ё 10 рубл ки мақсад ба шумо ёрдам мекунед. Ҳазор раҳмати калон бо мегум миннатдорам ҳаматон ки то имрӯз дар бармон ҳастед. Имрӯз бародарои азиз аз назмани мумкин шояд видеоам фаҳмида бошед, шояд нафаҳмида бошед. Видеоам бо видео ба диққат гӯш кунед бародаро. برای چی کتاب قرآن دستی ما هست و دست اکای باباجان است. برادرای عزیز و چند رکلام کردیم کسی که تاجیکان هیجاما می اومد یک کتاب قرآن توفاش میکردیم. انا از همین روز مقصد ویدیو روز شنبه میبرویا. از روز شنبه برادرای عزیز کتاب قرآن توفا کردن نمیشود. برادرای عزیز متاسفانه در جای کتاب قرآن با یک چیزی بهترین دیگه چی است که راحت به خانه خدا میشود برادرو. 350 یا 400 آدم میاد در همین تاجیکان هیجاما. مقصد هر یک آدم مثلا یک کس دیگه کس نامش نوشتن میگیره 350 ولی نه 350 نفری که اومد هیجاما کرد همون روز که مثلا همین بگه 350 هم آدم اومد همین هیجاماش کرد تمام همون بگه ما همه را نام نویس میکنیم در یک بانک میدوزیم مثلا همه را چی شریکات میمونیم نام هر یک کدام تا ای همون درون برادرای عزیز یک کودک یگان چیز را میاریم همینجا پرامو افیر هم کانالی ما دامش هم کانال که باباجان دا میشوه همون کودک میره آهدونی هم بانک هم یک تا آدم هم یک کاغذ میگیرن نام کسی که برومد 50 نفر نام کدامی که برومد همون آدم میتونه که مقصد خانه خدا فرق نداره که این همون آدم شاید آدم رفتگی باشه میتونه پدرش روی کنه میتونه مادرش روی میتونه خواهرش خلاصه کسی که خچم نخواه اگر یگان خشته باشه میتونه که بروه با خواهش معلوماتی پوره را انشالله اکای باباجان با میگردم. سلام دوستان عزیز، خدا نگهبان تو باشه. برادرایی که از شرکتی بگیم کانال اکای خیر مهاجر هستی ای جونی بگ دوستان مهربان اکا همه سخن گفت با دقت گوش کنه برادرها. من چی فقط دعوت میکنم 350 نفر هر یک شخصی که میبیاید به همین جرا 2000 روبل هجامای مودای 2000 روبل چی میتره فیتا بوشکا دوش میکنه یا مساج میکنن بانک خونش میگیرن بانک هاش هم از خودمون 2000 روبل میشه. ما همین 2000 را میگرفتیم یک قرآن تحفه میکردیم یا آب زمزم تحفه میکردیم یا که مسواک یا که تسبیح. خوب ما از همین روز شنبه اوس تحفه نمیکنیم. همین از خود ما چند میشید همین تحفه ما 500 روبل میشیدن یعنی قرآن یا که آب زمزم آبشی 500 1.5 هزار با ما را فایده میمون. من میتونم که همینجا 2000 آدم بگیرم خیلی دیگه هجامه رو میدونی پس نزنم. برادرای ماشاءالله هم بهترین خداوند ایو راضی باشه. این کاری خوب است. بعضی برادرها میگن که ممبری برای مقصد همو لاپوتکا تا بلی خدمت دبگیری کار کردم بگیری فقط مردم فهم کرده گشته استودی. یعنی دوستان عزیز چی بگم الحمدلله تاجیکا پیشروی کرده استودن. الحمدلله شکر میگیم که مردم راه بیزنس و راه خوب یاد گرفته هستند. پیش بری حرکت کنی ثابت بتونی یاردم کنی. یعنی من همین خاراکتر آذربایجان رو تعریف کنم که شادوش میدارم که همین آذربایجان جمعشان 5-6 کس 5000 10000 50000 میپرتویم میاد توچکاش میخرن میگه برادر نه ایمو هم قیسم تولی سال سوم مردم افگردون بتیو یعنی که سرجم شه میاگ مشین گفا بسیار نکنم کدام نفری که تاجیکان هجامای پراسپکت میرمیه هجاما میکنه ما 2000 روبل ش میگیریم در پیش چشم خودش یا که مقصد کارت داشته باشه و کارت هم پارتنر نام فامیلیش می نویسیم نمره تلفنش می نویسیم 350 نفر بچید اگر در یک ماه در 10 روز در 20 روز ما از همین 350 تا همون نام فامیل را میگیریم کلوله کرده در شریک در یک بانکچه میدوزیم ارلاش میکنیم یک گودک یک آدمی خالص میاریم در فرمای افیری این ای برادر میشه دمان میشه ممکن با برادرای دیگر هم بشوند میگذره شرکت. یعنی چیکار میکنیم دوستان مهربان همون 350 نفر میگیریم یک کس شاید نام یگان کسی شما میبره که حج رفتگی خالت عمت تقاط یگان کسی دیگر مقصد چیکار میکنیم در همینجا روی میکنیم. یعنی از برای الله در این چیکار میکنیم در این سومی که شما حجامه کردگی هم کاری بیزنسی من میره البته برای کلینت جلب کردن با نگه که برای ختم کرده است البته هم کلینت میشوه کارم خوب میشوه هم خیر میشوه. یک کس من حج روان میکنم هم دیگه چیکار میکنم از برای خدا یک کس حج که رفت اومد یا دعا میکنه در حق ما کار مو برکت میاد. این کار فی سبیل الله میشه از برای خدا میشوه. شتوب با پگا نگه که تقابوزی و یگون نام نه از برای خدا اگر من از برای خدا نکنم پگا با چی میشه همه خدا میزند برکت هم نابود میشه. و اون خاطر خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید خدمت که دیده
کدمی میفهمه با اونجا الملوها بسیار پیدا میشوند در اونجا مینویسه هر نفر نه فقط دلیل آیت حدیث قطعی ما گرفتیم انشالله از هم 500 روبل میتونم همون 2000 یادم بگیرم حجام 2000 بگم برام انشالله ما که این دفعه حج روی کردیم دفعه دیگه تصمیم گرفتیم که بعد این حج با یک جای معیوب خانه یا صغیره خانه در تاجیکستان دفعه دیگه 350 نفر دیگه با هم که 500 روبلی یعنی که با ما 1500 میمونه با شرکت ما اگر این سوس پلوس مینوس کنیم 800 روبل یا 700 روبل ایا آدم بغنا فایده میکنه ولی جا بانکا و حجامه و بوچکا و سویت میدروه خلاصه از این دوستان عزیز که دفعه دیگه ان شاء الله یگان صغیره خانه یگان معیوب خانه بود تاجیکستان ان شاء الله کمک کردن نیت داریم اساسای شرکت حجامه تاجیکستان حجامه پراسپک میر خوب دوستان از برای تاجیکستان حجامه ما در چی هستای در کازان هستای در سانت پتربورگ هستای در تیوپلیستان هستای در لوبلینا هستای در تاجیکستان هم هستای یعنی که فقط از پراسپک میر از شرکت تاجیکستان حجامه که خوری موسی مقصد الحمدلله اونجا بگیم راهبری کرده خداوند نگهدار تو خواهش میکنم هر چی ننویسین کامنتاری خوب بنویسین پانک تو یک کس با حج برای بیاین ان شاء الله ده حق ما دعا کنه بله در آخر میگم که برادر عزیز آدرس هم هست نمره تلفن همین کارخانه هست فقط با معلومات رو میتونید که همین نمره زنگ بزنید مقصد بله به هم یک چیزی که کلمه حجامه میکنه با نگه که اکجام نام من بنویس یا که 2000 نپارتوم نام نه میای حجامه میکنه از برای خدا میره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته